به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه جوان 24 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 17 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه هنگامی در کوچه بورباد شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 26 ساله ساکن پایتخت به یگان اساس از حیثیت افباشی نسبتش دشنام‌های قبیح گفته او را لطوکوب نموده است و سپس با کورد یک مرتبه به قسمت چپ شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی با عریضه مرد 32 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که ماه‌های اکتبر دکبر سال 2023 در نزد بازار سخاوت مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او 4 عدد автомашинаҳои тамғаҳои Toyota Prado ارزشش 240,000 سومونی، لکسوس 350 ارزشش 240,000 سومونی، لکسوس 350 ارزشش 160,000 سومونی و تایوتا فیلدر ارزشش 95,000 سومونی را نرخ‌گذاری کرده گرفته автомашина را فروخته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. گمان بر شونده به جبر دیده به مبلغ عمومی 735,000 سومونی ضرر مخصوص کلان رسانیده است. اینچنین گمان بر شونده با روی فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او یک عدد автомашин تمغه لکسوس 350 را به مبلغ 260,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق گمان بر شونده با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن پایتخت در آمده از او دو عدد автомашин تمغه تایوتا را به مبلغ عمومی 175,000 سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته از این حساب 75,000 سومونیش را داده باقی مانده 100,000 سومونی را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه کوشانیان با عریضه مرد 29 ساله ساکن شهر بختر مراجعت نموده است که 8 فوریه سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل مغازه‌اش 8700 سومونی و محصولات خوراکگوری را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ملیس معین کرده شد که جنایت مذکور را 3 نابالغ 15 و 17 ساله ساکنان نوحه کوشانیان صادر نموده. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.